در برنامه اخباری آزادی از حادثه های تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 16 آگوست است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مهاجران تاجیک از افزایش یافتن بازداشت و فشار شکایت میکنند. جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق امریکا و 18 نفر از همراهانش را به تلاش به اعتبار کردن نتیجه های انتخابات گمانبر اعلان کردند. دادستانی گفت تفتیش پرونده بحث و زنازنی ساکنان دهه لکت استراوشن با کارمندان پلیس را تمام کرده است. همون دعوت شونده با یک دختر همدیهاشون رابطه داشته. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید تفتیش مهاجران در روسیه بر اساس معیار و مقررات صورت میگیرد و آنها را نباید علامت فشار به تاجیکستان شمرید. سراج الدین مهردین در این باره روز 15 آگوست در نشست خبری صحبت کرد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف. ماه می در روسیه چنین ریدها آغاز شد. لطوکوب، تحقیر و تعقیب مهاجران. در 3 ماه اخیر چنین نوارها از کنج و کنار روسیه نشر شد. مسکو این را یک معرکه برای سنجش اسناد مهاجران گفت. در تاجیکستان مقامات اول از نقض حقوق مهاجران نگرانی می‌کردند، بعداً آهنگ صحبتشان تغییر یافت. در نشست خبری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مسئله اذیت مهاجران نیز سخن رفت. وزیر کارهای خارجه باور دارد که روسیه با گذرانیدن این ریدها به تاجیکستان فشار نآورده است. با نظر داشتی سطح بلند مناسبت‌های بسیار سمته‌ای ما با فدراسیای روسیه فشاوری جای داشته نمی‌تواند. در مورد عملیات‌های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد. وزیر کارهای خارجه همچنین از صحبتش با سرگئی لاوروف درباره مهاجران یاد کرد. اما برانیم که ضمن برگزاری چنین چورابینی نقشوی و غیر نقشوی خیلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانسی با سرگئی ویکتوروویچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم. جهتی به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی‌های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید. بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لطوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت‌های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه‌ها رسما چیزی گفته نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد. یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشون به همون شعبه‌های پلیس زنگ زدند و یک چند مرتبه واکنش‌ها نشان دادند و بسیار هم حالت‌های بودند که در طرف خیمکی و در طرف چوکلیستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالتی که همین سفارتی واکنش نشان داد، یعنی شهروندان تاجیکستان از اوج جواب دادند. اما در مثال همین ریدهایی که بودند یک چند مرتبه مثال سفارت تاجیکستان که ناتوان کردن متاسفانه موقع یعنی بگیم از همین ریدها بس هم نشد. این حقوق شناس تاجیک میگوید از میان سفارتخانه‌های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لطاکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
ضمناً در یک هفته اخیر در شهر سانکت پتربورگ روسیه ده‌ها مهاجر تاجیک بازداشت و بازپرسی شدند. گروهی از مهاجران که شهروندی روسیه را نیز داشتند برای جلب به ارتش در کمیساریات‌های حربی ثبت نام شدند. همکارم کیومر سیاتا در این باره گزارش دارد. پاسپورت داره، همه‌اش کتاب رفته است. دستش به پوزیسکه داده است. به ده‌ها مهاجر تاجیک که در انبار سبزوات صوفیای سنت پتربورگ کار می‌کردند برای جلب به ارتش روسیه دعوتنامه دادند. این گروه صاحب هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه بودند. آنهایی که شهروندی روسیه را نداشتند به بازداشتگاه برده شدند. این نمود درآمده است. آخر نداره. این سفیسکی بازار. سنت پتربورگ سفیسکی بازار. در این انبار بزرگ سبزوات ده‌ها مهاجر تاجیک کار میکنند. در نوارهایی که مهاجران به ما فرستادند دیده می شود که یک نفر را با زور به دستانش زولانه میزنند. پلیس شهر سنت پتربورگ گفته است وقتی تفتیش انبار سبزوات نسبت به یک مهاجر برای نداشتن سند پرونده جنایی گشاد. به گفته مقامات روسیه در این تفتیش 400 مهاجر بازداشت شدند و 100 نفر از آنها را برای جلب به ارتش در کمیساریات حربی نامنویس کردند. بیش از 50 نفر به گفته پلیس روسیه پایده‌های بود و باش را در آن کشور ویران کردند. مهاجران میگویند بیش از 100 مهاجر تاجیک را در یک هفته اخیر برای اخراج از روسیه به بازداشتگاه‌های موقتی بردند. مقامات تاجیکستان میگویند که موضوع را پیگیری دارند و در دایره امکان به مهاجران مدد خواهند کرد. ما نیت داریم مصلحت کردیم که روز جمعه در یکی از جاهای کلان وسیع همه شهروندان را جمع کرده یک مرتبه دیگر قطعشون یک صحبت کرده، یکم که از التماس کنم که قانون قاعده ها را ویران نکنند، دوم اینکه خیر از فرهنگ از ملت ما فراموش نکنند و سوم موضوع اگر که یگان سوال های باشد و ناراضی باشند از آن حرکت های غیر قانونی بعضی اگر ساختارها باشد اما معلوماتیت من در اساس همون بخواهد با کشور اقامت همکاری میکنیم تا اینکه این خیلی شخصا و دیگر مراتبه به این خیلی کارهای غیر قانونی مثال دست نزنند. بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک در روسیه در چند ماه اخیر افزایش یافته است. مهاجران و فعالان این معرکه را قصدگیری و یک نوع فشار مقامات روسیه می‌دانند. رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. بعد آنکه هیئت حکمان در دادگاه ایالت جورجیا سابق پرزیدنت دونالد ترامپ و 18 گمانبر دیگر را در رابطه با تلاش بیکار کردن نتیجه های انتخابات سال 2020 گمانبر اعلام کردند، با باور برخی تحلیلگران هم جوابگران دیگر ترامپ احتمالاً بعد این برای دادن بیانات علیه ترامپ بیشتر تشویق شوند. گزارش صدای آمریکا را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم می‌کند. شب دوشنبه بسیار امریکایی‌ها تا دیر نخوابیده اتهام 97 صفحه‌ای داستان دادگاه ناحیه فولتون را علیه پرزیدنت سابق دونالد ترامپ و 18 همجوابگر او را تماشا کردند. یک هیئت کلان حکمان اتهام 19 نفر را بر اساس قانون‌های جورجیا به تغییر گذاشت و این نفران را در مصلحت جنایی پیشکی برای بیکار کردن نتیجه‌های انتخابات سال 2020 این ایالت گمانبر می‌داند. ویلیس به ترامپ و دیگر جوابگران تا نصف روزی 25 آگوست وقت داد که به دادگاه حاضر شوند. یک کارشناس گفت که همه آنها را در یک گروه محاکمه خواهند کرد. این چیز از هر جهت خوب نیست، چون اگر شما در صدر این زنجیره قرار داشته باشید دیگران تلاش میکنند با دلیل و بر ضرر شما بیانات بدهند. دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اتهامات را محکوم نموده خود را بیگناه نامید و دادستان ویلیس را یک شخص بیرون از کنترل و فساد زده گفت. ترامپ افزود که در یک نشست مطبوعاتی گویا ساخته‌کاری شدن نتیجه های انتخابات را در جورجیا اثبات می‌کند. در پی تخمیناً 60 محاکمه در دادگاه‌های دیگر در سراسر آمریکا تا حال اتهام‌های همسان ترامپ بی‌اساس نامیده شدند. آمریکا را بار دیگر بزرگ می‌کنیم. حالا در پیشروی انتخابات سال 2024 ترامپ در میان جمهوری‌خواها باز هم پیشتاز است. نامزدهای دیگر از انتقاد او خودداری می‌کنند. مسئله این است که مثل دیگر جامعه‌ها هر وقت از یک خط عبور کردی و مهم نیست که این کار خوب بود یا بد، این کار دوباره تکرار می شود.
پیامد کاری دونالد ترامپ هم برای دموکراتی امریکا همین است. او آن را برهم زد و ضعیفتر کرد. در امریکا برخی تنها بعدی حکم دادگاه آماده هستند نظر بدهند. من این را نمیدانم و تا زمانی که دادگاه او را گناهکار نبرارد او بیگناه است. اینجا امریکا است. ترامپ می‌خواهد مرافعه‌ها تا زمان انجام انتخابات نوامبر سال 2024 پس پرتو شوند. ویلیس می‌خواهد در دام 6 ماه آینده برپا کند. ترامپ را در نیویورک، واشنگتن و فلوریدا هم مرافعه‌ها انتظارند. رو می‌آوریم به تاجیکستان. مقامات دادستانی ولایت سوغد اطلاع داد که حادثه جنجال ساکنان دهه لکت شهر استراوشن را با ماموران آنجا به اتمام رسانده به دادگاه ارسال کرده است. این حادثه آخر ماه می رخ داده بود. وزارت کارهای داخلی ادعا داشت که ساکنان به فعالیت ماموران میلیسا مانع شدند. ساکنان گفتند که سبب جنجال رفتار میلیساها بود. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. دادستانی شهر استراوشن پرونده جنجال ساکنان دهه لکت با ماموران میلیسا را به انجام رسانده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که ماموران میلیسا به منطقه کشاورزی دهه برای جستن جوان رفته بودند که سن و سالش به خدمت حربی موافق بود. یک زن و دختری که در داخل نقلیات میلیسا بودند برای کمک رفتند. معلوم میکنند که همون پسر بچه همون دعوت شونده با یک انا دختر همدیهاشون انا رابطه داشته است و گپ می‌زد مناسبت داشته است. همون رو یافته با واسطه این یک جای اون رو دعوت میکنند و شعبه کارهای داخلی میبیاید یک جایی برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با واسطه تلفن هم صحبت میشن، جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا گفته بود گروه از ساکنان دهه لکت ماموران میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. ولی ساکنان ادعا کردند که سبب دیگر بود و قضیه به تلاش دستدرازی به یک دختر نابالغ ربط دارد. برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن خویش تبارش امکویش انم نشان دادش رو دیگر میکند میگوید که نه من رو مجبوری آوردند، من خودم ناومدم، من رو با انم برای علاقه جنسی کردن آوردند. لیکن وای جبو دیگر شهیدون است، اون دختر دیگر است، دیگران است که نه خب ما با اینجا اگر وای میرفتیم و کجوری صحرا بین مردم میوردیم گفته و تفتیش مونگی میکنه، تفتیش خلادار میکنه برای تنها به خاطر انم امک خویش تبارون سر جوابگری جنایتی آزاد کردن. در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی دختر نابالغ که از دستدرازی ماموران میلیسا شکایت داشت مناسبتش با جوان دعوت شونده را رد کرده بود. حالا در کرسی عیبداری دو امک این دختر و 3 ساکن دیگر دهه لکت نشستند. به گفته مقامات پرونده ساکنان بازداشته دهه لکت حالا در بررسی نهایی است و باید مرافعه دادگاهی هم شروع شود. جنجال ساکنان استراوشن با ماموران میلیسا آخر ماه می امسال روی داده بود. روز 2 ایول ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروهی از ساکنان دهه لکت را با سبب لطوکوب و مانع شدن به کار میلیساها بازداشت کردند. آن زمان مقامات در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چه سر زد و پس از چند ساعت نوا را از شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. یک خانواده در این دهه ادعا کرد که چند مأمور میلیسا دختر نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها پیوندان دختر نابالغ در شهر استراوشن گفتند که مقامات به جای رسیدن به داد آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.